گند افغانی مربوط به کدام ولایت ما میشه؟ خب اصل خود گند مربوط پشتونای ماست، ولی در تخاری را که یک مقدار با سرش چی کرده، یک پیزار برش جور کرده، یک کلا را جور کرده، یک مقدار تفاوت آورده و این زیورات دی استفادهش مکمل طلاست که در حدود 40,000 افغانی قیمتش تمام شده. 40,000 قیمتش است. واقعا که بسیار قیمت بالاست، ولی امو ارزشش بله داره و این هم پیزارایش هست. دوستا شما میتونین ببینین بسیار مقبول است و واقعا که افغانستان چیزای بسیار مقبول و زیبا داره. دقیقاً. و ما از شما میخواهش مسته که در این نمایشگاه وقت شما میگردین چیزی نیست که در این وطن تولید نشوه، فقط ضرورت به این است که به مردم آگاهی داده شود که به جای از اینکه جنس خارجی خریداری میکنن بیاین تولیدات وطنی خود با اینا معرفی شون، از نزدیک ببینن احتیاجات خانه خود از تولیدات وطنی خود خریداری کنه که همین باعث میشه کشور رشد کنه. و حضور